ما در دهه ورزیکی ناحیه چستی ولایت نمنگان در وادی فرغانه حالا قرار داریم با یک گروه از دوستان و یکی از ویژگی‌های این روستا این است که اینجا زادگاه یکی از بزرگترین نویسنده های تاجیک قرن 20 استاد زنده‌یاد ساتیم اولوغزاده هست و حالا در جمع ما 2 نفر از همدیاران استاد بزرگوار حضور دارن، اکای احمد جان و اکای دلمراد. از اکای احمد جان خواهش میکنیم که یک چند جمله درباره این دیار بسیار نازنینشان برای ما گویند. اولا بار خوش آمدید به دهه ما. من این دهه قریب 28,000 اهالی استقامت میکند. از تاجیکان عبارت دهه همه تاجیک ملت. اینجا با همین عزیزها گذشته، استادان گذشته اند. استاد ساتیم اولوغزاده در همین دهه کلان شده. بعد من عمر در تاجیکستان دوام دادن، همینجا تحصیل گرفتن. برای من اکای دلمراد همین خانه را نشان دادن. یک هنرپیشه شایسته تاجیکستان، رامشگر بسیار ممتاز انسامبل دولتی 6 مقام روانشان شد بود. ناصر جانکه اینجا به دنیا آمدند و با مثل استاد ساتیم اولوغزاده به تاجیکستان رفتند و باقی مانده عمر در انسامبل دولتی 6 مقام و فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف گذراندند. و فکر میکنم که در بایگانی فرهنگ ملت تاجیک در تاجیکستانی عزیز کشوری ما خیلی زحمت‌هاشون قدر شده است. و اینجا زادگاه ناصر جان عزیز در تاجیکستان در اوزبکستان تو خدمت کلان بزرگ کردگی. تقریبا اینجا جای گوییم که قدمجا جای عزیز برای چی که اینجا این درگاه با همین در دوشنبه زندگی میگه جوربک مرادوف اومده زندگی شب خوراب کردگی مستانه ارگاش و گوهر مرجمای و ابجل هاشین و اسدالله عطاالله این صنعتکاری خیلی بسیار همینجا عمده بشیرکو بود وجه موارچه هم اوزا منجا شب خوراب کرده قطعی ناصر جان منجا زیر کرده خیلی صنعتکار بود. قشلاق بسیار تاریخی دوری دراز دارد. من اینجا سرای قلعه نام دارد. وقتهای قدیم آدم ها کم بودگی، وقتی باسمچه ها قرباس ها بودگی وقت آمده آدم ها آمده اینجا توپ شده زندگی کردگی بودکن. من استاد ساتیم اولوغزاده هم خود همین دیهند تولد یافتگی، مطلع نجمیدینوف و یک کس هم خود همینجا، حلیم جان جورایف، آدم های بزرگترین همین دهه با یک چند آدم های همین علم با خداشون بودیم وجودشون علم بده که آدم ها های. ما سال 1958 همین دهه و تولد یافتگی. دوشنبه و انستیتوت پداگوژیک شفچنکو با خواندگی من فاکولته فیزیک و سال 81 و تمام کرده. یک سال غرب رفته کار کردیم. دهه شما تاریخی چند صد ساله یا چند هزار ساله دارد؟ اگه با فکر من این یک چند هزار رو میرد، این صد نه برادر، این هزار رو میرد. چون که انا اینجا استاد ما هم اومده استادان حاضر از هم ما میپرسیم. ما صنف یکم با درس داده آدم من حاجی آقا اومده استادان حاضر اگر امکانیت باشه یک 2 مینوت از همین کسی یک تاریخش پرسیم. از مادن بسیار تر میدوننده. استاد سلام علیکم. سلام. چیکار شما؟ خوب هستی؟ شما زاده همین دهه هستید؟ شما در همین دهه به دنیا آمده؟ این دهه شما چند سال عمر داره؟ چند ساله هست؟ 1000 سال زیاده. چون که در من تپه‌زارها همین خیلی خانه های سنگین بودگی با وقت ها همش ویران شده، سیل گرفته سانه همین چشمه بهانه
همین اطرافش من بلندی بهانه همینجا با آدم ها هسته کشیده اونده همینجا خانه‌دار جادار شده ورزی نهایت کن شد ورزی گفتن نام گرفتنش سببش ورز بلندی در جاگر شده که قشلاق نامش داره دیه نامش داره بنابراین همینجا به جاگر شدیم همینجا من همین زیاد شدیم 1000 سال این جانب حاضر قریب 20,000 اهالی داریم اهالی ما همین خیل آدم های ما همین خیل علم به تشنه حیات به تشنه دهقان به چشم همین خیل آدم های مهنت کش همین آدم ها با طفایلش من قشلاق ما آباد شد حیات ما فراوان شد آسمان مصفا من خدا شکر زندگانی ما نگذشت شرف حاجی عبدالله اسمم چیکار میکردید؟ من معلم بودم معلم زبان ادبیات تاجیک در دهه ورزیک چند تا مکتب هست؟ 4 دانه مکتب میانه هست هر یکیش به هزاری باشد 4000 طلبه ها هست تحصیل با کدام زبان است؟ با زبان تاجیکی هم هست با زبان ازبکی هم هست سلامت باشه کم نشه. عمرتون دراز بود کم نشه چند سال هستید شما؟ من 80 با من همین سال 80 با من همین سلیقه ما اولوغزاده اگر خوانده باشید درباره سلیقه را نهایت یک عجایب فکرهای خوب داده همین سلیقه همونجا همون بالاش با همین قدر بلندی بود چشمه آبی چشمه بود آدم ها از همون بهره‌مند میشدن همین خیلی جای خوب همین خیلی جای معتبر جای ما شما مدید با قشلاق ما با قریب با ما با رفته اما همسر باشه چینید با هم آدم هزار رحمت مرا همین قدر جای دور دستان آمده به حیمون زیارت کردتون شما هم الهی همه نیت‌های خوبتون اجابت شود خاندانتون تیج حیاتتون فراوان آسمان هاتون مصفا شود همه دوستی ما ابدی شود رفتی آمد ما ابدی شود بچکن همه آرزو بشه بیندم با همه خدا نصیبی روزی کند رحمت ادوارتون باید کم نشید رحمت خطر شود بسنمون منزل رفته بچکن فرزند پیشش رفتن نصیب روزی کنتم مردم باید رحمت کم نشید ما در نزدیکی دروازه حولی در دهه ورزیک قرار داریم که در اینجا مطلوبه ددبوی و هنرپیشه خلقی ازبکستان و تاجیکستان به دنیا آمدن و ماهینور و شاه جهان اینا از پیوندان این خانم هنرمند هستند. از شاه جهان بداهت هم برای ما یک چیزی میخوانند. شاه جهان خونید دل به دل و دا آیل تریار هی قاشقیز قراص بود دل به دل و دا سویل تریار هی کزیگیز چراس بود بوی چلی شوخ بول بسلر بوی چرار بول بسیوز ular xusuzi buriyar jaboligiz adosi bu bulki dilimga ortadur kiprik yuqori kaboligiz bulki dilimga ortadur kiprik yuqori kaboligiz ma'shuqaning oshig'iga yoki nazar fidosi bu bunchalik shoh bo'lmasalar buncha aror bo'lmasa yuz malika biyuqam yonib jamoligiz adosi bu dil va dilimni o'ylatar yor ey ko'zingiz charosi bu ey qoshingiz qarosi bu تشکری زیاد تشکری زیاد توجیکان نه